فکر میکنی کل ادویه‌هایی که توی بازار هستن بهش کدومشون ناخالصی ندارن؟ قطعا نه. پس با من همراه باشید. مثلا پودر فلفل قرمز، فلفل سیاه و زردچوبه که اجزای اصلی تشکیل دهنده ادویه هستن. که بعضیا میان کارتون و چیزهای غیر مرتبط رو با ادویه ها قاطی میکنن که برای سلامتتون خیلی مضره، که قیمتاشون بیاد پایین و مشتری بیشتری داشته باشن. نگاه کنید حتی کارتون هم مشخص نیست. فلفل قرمز تقلبی ما آماده شد. درستش اینه که ادویهاتون از جای معتبر خرید کنید، به خاطر اینکه برای سلامتتون خیلی مضره.